به نام آن خدایی که بر ما جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. السلام علیکم تماشاگران عزیز، برادران و خواهران و هواداران شبکه کاروان عمر. دوستان عزیز، بر همه ایما و شما معلوم است که امروز یکی از سراینده خوشاوز تاجیک دمیربک آلیموف دنیا را پدرود گفت و این خبر در تمام نشریات و سامانه ها و در صفحه های اجتماعی پهن گردید. البته بشک هر یکی ما و شما میرنده هستیم. هر یکی ما و شما این دنیای فانی را روز ترک میکنیم. چخیلی که در قرآن عظیم و شان گفته است که کل نفس ذائقة الموت، یعنی هر یک نفس چشنده ای مرگ است. اما از خداوندیم و بر سوی خداوند برمیگردیم. انا لله و انا الیه راجعون. هنگامی در سامانه های اجتماعی داخل شدن باور کنید وقتی نوارها را میبینید، نوارهای کهنه هست، نوارهایی که به دیگر مرحوم ها تعلق دارد، پیوست به همین دمیربک آلیموف خداوند رحمتش کنند میگذارند و بعدا هر نمود 1000 نمود یک نوار را منتج میکنند. از همان برادران، از همان خواهران خواهش کرده می شود که لازم نیست انا همین کارها، لازم نیست. خوب شما خبر دادید، خوب کردید، شما نوار کردید و فهمونید که مقصد رحمتی از دنیا گذشته است. اما لازم نیست که وقتی شما این نوارها را در صفحه اجتماعی میگذارید و بعضی نوارهای کهنه را باز میگذارید. اگر امکانش باشد رسمها را دلیل کنیم و ویدیوهایش را تازه کنیم تا اینکه برای هر یک سرودی که میخواند شاید نفرانی هستند که میگویند تو دیگر کار نداری که همین سراینده ها را رکلام میکنی. مقصد ما این است که ما بلاگرها راستی گویا که یکم بار مرده را میبینیم. برای یک شخصی که از دنیا گذشت، خب همه ما میمیریم، اما لازم نیست که 1000 نمود کرده آن را منتج کرده در یوتیوب گذاریم. از همین کار دست بکشیم باز خوبتر می شود. خوب فکر کنید، انشاءالله بر فایده هر یکی ما و شما هست.